دقیقاً همین آدمه. خب مهدی صدا چی میاد؟ فکر کنم جام جهانی نزدیکه، اومدیم اینجا کنار هم بازی‌ها رو نقد و بررسی کنیم تا اونجایی که میتونیم اسکوادای تیم ملی رو بررسی کنیم، چه تیم ملی چه سایر تیم‌هایی که حضور دارن، یه فلسفه از جام جهانی بگیم، یکم راجع به فرهنگ‌های کشور مختلف صحبت کنیم و خلاصه توی فضای درست درمون و خفن و دوستانه و رفاقتی بریم جلو. مهدی بریم سراغ معرفی نکردم؟ نه معرفیام. آقا مهدی تحلیل هست توی برنامه ما، اجازه هست مریضه که اینجا نشسته. اول میخوام بریم سراغ اسکواد تیم ملیمون. آره. راجع به تیم ملی میخوام صحبت کنیم که اصلا چه بازیکنایی دعوت شدن، چه بازیکنایی دعوت نشدن، چه بازیکنایی باید دعوت میشدن و آیا اصلا این تیم ملی از این گروهی که الان هست که میگن خیلی آسونه میتونه صعود کنه یا بازم میشه مال چندین سال گذشته. به این پست بریم جلو. اول میریم سراغ دروازه‌بانا، بیرانوند و نیازمند و سید حسین حسینی. به من نظر بگم این ترکیب سه نفرشون یه تایمی هست که هستن توی تیم ملی، بعد از یه مدت این ستا یک دفعه با هم میرن، قبول داری؟ یک دفعه با هم و یک دفعه مواردی شد توی دروازه‌بان. حرف درسته. ببین این ستا دروازه‌بانی با تجربه ان، اینکه دعوتشون کنه چیز عجیبی نیست. طبیعیه. ولی خب میتونست دو تاشون رو دعوت کنه، یک کدوم نگه داره، یه دروازه‌بان جوان‌تر بیاره. آره یه بازیکن جوان‌تر بیاره که میتونه یکی مثل محمد خلیفه مثلا دعوت بشه به جای یا نیازمند یا حسینی، چون عریض بیرانوند که به نظر میاد دروازه‌بان فیکس شه. و اینکه بریم سراغ پست بعدیش، مدافعان خیلی جای بحث داره. آره خیلی زیاد، خیلی جای بحث داره، یعنی از اون سطح نمیدونم چی بگم واقعا، اصلا در سطح جام جهانی یه چیز عجیبیه، نمیدونم چی بگم. حالا نظر تو چیه؟ بریم توی بحث دفاع کنار برازم خوب جمع کرد. دفاع راست سال اردانی و رامین رضاییان دو تا زوجن که رامین میتونه مثلا برای هافک کنار بیاره بازی بده، هجومی بازی بگیره، سالا هم میتونه بیاره برای دفاعی که کار در بیاره، دفاعش جمع کنه، پشت دفاع بمونه. دفاع راستش اون چیزی که من خبر دارم تونست یه چیز درستی جمع کنه که نتیجه بگیره ازش. بقیه پست‌ها رو ببین، دفاع این لیستی که دادن، رامین رضاییان، سال اردانی، آره دفاع راستاشن، هایت صفی و میلاد محمدی دفاع چپاشن، علی نعمتی میتونه دفاع چپ بازی کنه، دانیال ایری و حسین کنانی و علی نعمتی خودش به عنوان دفاع وسط و شجاع خلیزاده. ببین این در بحثی که در موردش هستش، بحث دفاع کنار، من دوست داشتم رامین رضاییان یه خط بالاتر بازی بده، ولی اینجوری که بوش میاد و تو بازی تدارکاتی هم بوده، قرار آریا یوسفی یه خط بالاتر بازی کنه. بعد تو پست دفاع چپ خیلی ناراحت شدم نورافکن تو این لیست نیست. البته آره، احسان هایت صفی درسته بازیکن سانتراش خوبه، بازیکن خوبیه، تو پست دفاع چپ با تجربه است، ولی خب دیگه از سنش گذشته، قرار بود جام جهانی 2018 آخرین جام جهانیش بشه. ما یه اسکوادی از 2018 جمع کردیم، همینجوری داریم میایم ما تیم ملی چیز تشکیل دادیم، پیرمردان تشکیل دادیم. بعد میلاد محمدی، خب میلاد محمدی مهمترین چیزی که باید داشته باشه عقله که اونو به عنوان یه دفاع چپ نداره. بعد یکی دیگه علی نعمتی، واقعا دو وسطی که بین این بازیکنایی که هستن، علی نعمتی و دانیال ایری بازیکنایی که واقعا مورد علاقه خودم خوشم میاد ازشون. علاوه بازیسازی ضعیفه خود میلاد محمدی، اصلا آگاهی محیطی تعطیل. یه دفاعی کنار یکی از چیزایی که باید داشته باشن آگاهی محیطی که نسبت به بازی باید داشته باشن، هم یارگیری، همین که توی حمله، و میلاد محمدی واقعا داغونه. اوکی، کم سریعتر این بخشو بریم برای خط هافک و مهاجمی. خط هافک قدوس، عزت اللهی، قربانی، روز به چشمی، اکثر این رزاقینیا، محبی، ترابی، قائدی، جهانبخش و آریا یوسفی. فقط آریا یوسفی. ببین این کاری که میتونه بکنه با آریا یوسفی توی کنار، مثلا سمت راست، یا رامین رضاییان خط بالاتر، خط هافک خیلی خوشگل میشه. میتونه اینو بیاره تو خط هافک، مثلا وقتی تو حمله هستش، هم یوسفی هم رضاییان توی حمله بازیکن خوبی ان، هم تو سانت هم شوت پشت محوطه خوب میزنن، همین که بازیکن سرعتی ان. توی دفاع میتونن این چهار تا باشن. سال اردانی برای دفاع وسط سمت راست خیلی خوبه، میتونه تو دفاع سال اردانی دفاع وسط سمت راست بشه، رامین رضاییان یا آریا یوسفی میان دفاع راست بازی. خب اینجوری میشه تیم 5 دفاعه بشه، همینجور جلوی تیمایی مثل بلژیک یا تیمایی که وینگرها یا مهاجمای خطرناکی دارن، اینجوری میتونیم راحت‌تر دفاع کنه. البته فکر نکنم قلنویی به ذهنش برسه این حرکتو بکنه، ولی خب ان شاءالله که اصلا کلا تیم بالانسی رو جمع نکرد. تو آریا یوسفی راست بازی بده، رامینو پشتش، دوکو گل بره. دو تا بازیکن که خشتای کنه میره. بعد یه چیزی که من خیلی دوست دارم از دعوتی که کردش، همین محمد رزاقینیا، یه هافکی که تو اصطلاح خودش ثابت کرد، تو تیم قبلیش هم که بودش بازیکن خیلی خوبیه. یاد کوشی افت. بله.
علیرضا کوشکی چیه؟ علیرضا جهانبخش تو لیست ما هست و علیرضا کوشکی داخل لیستمون نیست و این خیلی مسخره است، خیلی خنده‌داره. توماس توخل میاد مثلا اون همه ستاره دعوت نمی‌کنه که تیمش بالانس در بیاد، ما میایم اصلا نمیدونم چه حرکتی زدیم، هم ستاره دعوت کردیم هم نکردیم، مثلا نمیدونم علیرضا جهانبخش بالانس نشید، اصلا یه عجیب غریبیه. نمیدونم علیرضا جهانبخش اصلا چیکار داشت میکرد تو این فصل که الان باید توی جام جهانی باشه، خیلی عجیبه. استانی در سطح لیگ 1 و لیگ 2 قطعا میتونن بهتر، حداقل میتونیم جوونن 10 سال دیگه. خیلی عجیبه کوشکی نیست، واقعا ناراحت کننده است. مهاجما البته که گزینه تو وینگ چپ خیلی داریم. آره ترابی و قادی هم هست، بچه‌ها زیادن ولی خب میتونه کوشکی باید انتخاب بشه. مهاجما طارمی، حسین زاده، علیپور، مغانلو و دنیس درگاهی و سردار آزمونی که نیست، از قاب تلویزیون ما رو تماشا مشاهده میکنه. به نظرم کلشو با آه و حسرت گفتیم. من نظرم اینه که یه مقدار از این فاز بیایم بیرون، بریم سمت جایی که یه فرصت داده بشه به بازیکن‌های جوون بیان توی کار، چون اینا بازیکنایی که یک سال، یعنی ما میرسیم جام جهانی 2030 اگر آقای قلعه‌نویی دست بکشه اینا رو نیاره دیگه 2034 قطعا اینا باید برن، یعنی 40 سال 50 سال فکر کنم سنشون این هنوز معلوم نیست به جام ملت‌های بعدی هم برسن. ما میگیم اینا بازیکن خیلی خفنی ان، آینده دارن میمونن، بعد یه سال اون بلایی که سر تیم ملی والیبال اومد اینجوری میشه یک دفعه اصلا یعنی صعود هم نمیکنه. یعنی به نظرم یک دوره صعود رو انگار داریم میسوزونیم برای چند دوره بعد. شهریار مغانلو جز مهاجما هست، میتونست جاش کسوتاری باشه. کسوتاری تو بازی‌های تدارکاتی که بودش از نظر من بهترین مهاجم ایران بود، چند تا گل زد، پاس گل هم داد، اصلا جوری که بازی میکرد اصلا فرق داشت با بقیه مهاجما. شهریار مغانلو جلوی گامبیا دو تا تک به تک فقط خراب کرد. درست گفتی. گامبیا بریم سراغ بازی‌های تدارکاتی ایران. بازی تدارکاتی هفته‌ای داریم دیگه، بریم جلو، حالا میرسیم فعلا دوم میشیم. بازی تدارکاتی ایران که اکثرشون ایران الف و ایران به با هم دیگه بودن، یه دونه بازی با گامبیا بود. این میبر چی بود؟ این بود که آقا قلعه‌نویی خواست این کارو کنه که بعد از اینکه تاکتیکش تو صدا سیما گفت، هیچ مربی حرکت رو نمیزنه که تاکتیک تیمشو بیاد داخل صدا سیما بگه. این حرکت رو زد که نفهم با کدوم ایران بازی دارن. خوبه. این ارنج کننده‌های تیم برن چند تا ایرانو با هم چی کنن که دفعه مغزشون چیز بشه. بعد بازی ایران گامبیا، بیرانوند داخل دروازه بود، علی نعمتی و کنانی دفاع وسطا، حاج صفی چپ، یوسفی راست، رضاقی نیا، عزت اللهی، حسین زاده، طارمی پشت مهاجم، محبی راست و کسوتاری مهاجم نوک. خب ببین یه چیزی که هستش، ما دیدیم که داخل بازی ایران گامبیا، ایران داشت گامبیا پرس می‌کرد. درست، شاید عجیب باشه ولی خب داشت پرس می‌کرد. این خیلی چیز عجیبی هم نیست. یه تیم رنکینگ 21م، تیم 121م پرس کنه، ولی خب این که آره، ولی به نظرم تیم ملی ما بعد از یه مدتی اون روحیه خودش رو نمیدونم چرا از دست داده. احساس می‌کنم تیم ملی ما نیاز به یه کاپیتانی داره که بیاد با رهبری کردن تیم کارو بکشه به جایی که آقا تیم مدیریت بشه، رهبری بشه. آقا 10 تا عقب افتادی فدا سرت، بیا یه بازی انجام بده که طرف تو خونه نشسته 80 میلیون حال کنم با بازی. اصلا ما هم نمیریم برای فتح جام جهانی، نمیریم اول بشیم، نمیریم 5 میلیون یورو رو داخل چیز بگیریم. یادم بنده خدایی گفت 70 میلیون بدیم ما جام جهانی میزنیم، بنده قهرمان 50 میلیون. به نظرم کاپیتان خیلی نقشش مهمه. یعنی تو تیمای بزرگ اروپایی ببینی، از هر تیمی بخوای بگی یک کاپیتان چغره ترتمیز داشت که تیمو جمع میکرد. اینمون نداریم. ببین مشکل تیم ملی ما این خود کاپیتان موزل تیم. یا مثلا حاج صفی هستش، وقتی جلوی تو وینگر گامبیا اونجوری دریبل میخوری تیم گل میخوره، همه مقصر یعنی تویی. یا مثلا کاپیتان دیگه شجاع خلیلزاده، 99% گلایی که فکر کنم ایران خورده تو انتخابی مال شجاع خلیلزاده بوده. و اینا کاپیتانن و وقتی کاپیتان اینجوری بازی کنه دیگه نمیشه گفت. ببین اینکه عراق، من یه چیزی بگم، عراق بعد چند سال رفت جام جهانی با اسپانیا و دوستانه گذاشت، ما به زور با ایران الف و ایرانو بریم میذاشیم با پول بازی کنه. آره یه چیز خنده‌دار بود، ما بازی با گامبیا بازیکن از جیب پول میدادن تا بریم بازی کنیم. تا چند تا بازیکن اصلیش نیورد. من نمی‌دونم گامبیا بازیکن اصلی داره. آره من نمی‌دونم گامبیا بازیکن اصلی داره. و این چیز خیلی عجیبیه. یعنی ما یا اون پول حیف میشه یا اون پول یه جا دیگه خرج میشه یا اون پول اصلا نمیاره واسه. هر سه جای بس داره که به نظر مثلا ما بس نکنیم. ببین الان مثلا گفتم که ایران داشتن گامبیا رو پرس میکرد. اینکه یه تیم مثلا رنکینگ 21م جهان، یه تیم رنکینگ 121م جهان رو پرس کنه چیز منطقیه. ولی اینکه این تیم 121م از پرس شما فرار کنه موقعیت بسازه خیلی عجیبه. این اصلا منطقی نیست. من دقیقه 10 مثلا تیم گامبیا از پرس ما فرار میکنه، یه سانت از کنار میکنه. بله خوشگلم بود. کنانی داشت میزد تو گل خودمون. یه مقدار کوچولی فاصله داشت فقط. این اشکالات فنیه در تمرینات رفت. آره
تمرین دیگه پای 5 روز فوتبال دیگه پایه. بعد یه چیز دیگه، تیم ما 4 تا دفاعی که مثلا وای میستن، نمیدونم چرا قلعه‌نویی گفته خودشون نمیدونن 4 تا دفاع خیلی باز وای میستن. این هاف اسپیسی که بین دفاع وسط و دفاع راست هستش، به خاطر این حرکتی که اینا میکنن خیلی باز میمونه. تیم مثلا مثل بلژیک باشه، یکی مثل کوین دی بروینه و جیمی دوکو، خیلی اتفاقای بدی رقم میزنه. میدونین؟ بیاد پیوت بازی بده. آقا بیا روزوشش میگی بذار کنارش. ببین من نمیدونم، شاید مثلا میخواد هافک دفاعیشو بیاره روم باز کنه، اصلا تو رامی رضاییان بازی بده بره بالا، دو تا دبل پیوت بیار روزوشش بیاد جاش پر کنه. مگه نگفتی یکی از دو وسطی مقابلیت دفاع کنار داره، بره اونور این بیاد وسط کارو در بیاره. اصلا نمیدونم یه چیز سختی اصلا نیست. من 15 ساله دارم تحلیلش میکنم، خیلی آسونه. بازیکنامون هم قطعا اون درک رو نمیگم ندارم، ولی یه کمی ازش دارن که بتونن این کارو انجام بدن. درسته شرایط جام جهانی سخت، بازی‌ها رقابت‌ها حساس، ملی، جو خطرناکه، آره، ولی باید انجام بشه. آره دیگه. بعد یه چیز دیگه هستش، معدود تاکتیکی که مثلا قلعه‌نویی همونی که اومد داخل سلسیون مثلا توضیح داد، اون تاکتیکی که توضیح دادش، تاکتیک هیچ رسانه ملی تاکتیکش این کارو نمیکنه، ولی خب حالا کردن. بعد این تاکتیکی توضیح داد، تاکتیک روبن دیزربیه، مربی که مربی برایتون بود، مارسی، الان نمیدونم کدوم تیمه. دیزربی تقلید. آره ببین دیزربی چیکار میکنه؟ دیزربی توپو مثلا میده به دروازه‌بانش، دفاع باز میشن، دفاعش میدا پس اول نه انقدر توپو بین دروازه‌بان و دفاعش نگه می‌داره تا تیم حریفو مجاب کنه که بیاد جلو، آره. اونا رو فضای پشت خالی بشه. بعد یا فضای پشت یا اینکه یک دونه بازیکن وسط بعد توپ بیاره پایین. ببین ما مثلا این حرکت رو می‌کردیم، بازیکن گامبیا میمدن بالا، تو مثلا بیرانوند میزد بالا، حالا چه درست چه غلط میزدن بالا، توپو شاید هد ما میزدیم ولی توپ سر ما نمی‌تونیم جمع کنیم. خیلی عجیبه، تو مثلا 2 تا هافک 3 تا هافک فیزیکی داری وسط و نمی‌تونی توپ سه جمع کنی. خیلی مسخره است. این تاکتیک کامل میره زیر ذره بین. بعد چیز دیگه، هافک وسطای ما بازیکن خیلی خوبی ان، ما مشکلی با اون داستان نداریم. اون پاسی که از دفاع وسط به اونا میرسه انقدر کیفیتش پایینه که اونا نمیتونن کنترل کنن. پاسی که دفاع وسط به هافک وسط خودش میده خیلی خطرناکه. یعنی اونایی که مثلا فوتبال بازی کرده باشن، یه بار مثلا تو جنین بزرگ فوتبال بازی کردن یا اصلا فوتبال دیده باشن، میدونن که اون پاسی که از دفاع وسط به هافک وسط قرار برسه باید 100% باشه. بعد بازیکنای ما مثل کنانی و نعمتی و شجاع خلیزاده این پاسو کاملا اشتباه میدن، یعنی پاس تو پای طرف نیست، پاس فرار انگار. همین باعث میشه توپو لو میدن، باعث ضد حمله میشه. این تیم گامبیا اگه مثلا بلژیک باشه 3 تا گل زده باشه. من یه چیزی بگم، ما پاس ارضی رو تو فوتبال پایه منسوخ کردیم. پاسی که دو تا دفاع اینجا هم تو نباید بینشون پاس بدی، چون یه مهاجم میبره دو تا از بازی خارج میشن. اینو تو هر آکادمی فوتبالی بری تو ایران میگه آقا یه بازیکن مورب باید پاس بده، یا تو شرایط دیگه. من نمیدونم جلوی گامبیا ما ارضی پاس میدادیم. پاس ارضی اصلا زایه، یه چیز عجیب غریب، نمیدونم، خیلی برام جای سوال بود. حالا از این بخش بگذریم، از تیم ملیمون یک بخش مونده که تیمایی که باش بازی داریم، بلژیک، نیوزلند، مصر. آسون‌ترین قرعه که یعنی از پول A، یعنی اون سید 1 بلژیک افتاد به ما که نه آسون که نیست، میتونست مکزیکو با چی هم کانادا هم بیفته، ولی خب ولی خب خدا رو شکر خوبیه، دمشون گرم. آره بلژیک افتاد. نیوزلند و مصر هم حریفای قدری نیستن، باید بریم بالا. اصلا ساعت این نیست که میتونیم آیا از این گروه بریم بالا یا نه، ما باید از این گروه بریم بالا. این بلژیک دو تا بازی تدارکاتی اخیرش یه دونه با کرواسی بود، یه دونه با تونس. کرواسی رو دیدم، بازی به کرواسی رو 2-0 برد با سیستم 3-4-2-1. بازی با تونس هم 5-0 برد با سیستم 4-2-3-1. سیستمش پیچیده است. این دو تا فرق داره. مثلا 3-4-2-1 که داره بازی میکنه، این 4 تا هافکی هستن، یه دونه سالماکرز، یه دونه دکویپر و دوتایی که پشت مهاجم هستن، یه دونه کوین دی بروینه است، یه دونه دوکو و مهاجم دو که هم دکتلر داشت بازی می‌کرد. بعد فلنکا رو داده بود در اختیار دو تا وینگ بکی که داره. هاف اسپیس هم در اختیار دوکو با دی بروینه بود. دی بروینه که خداست تو هاف اسپیس، دوکو هم خیلی قشنگ بازی کرد چون بازیکن سیتی زیر دست پپ گواردیولا بود. یه جایی دوکو خوش عوض می‌کرد، میومد لب خط هم توپ می‌گرفت، ولی خب بیشتر اوقات داخل بود. بعد می‌خواستم در مورد یه بازیکن دیگه داخل بلژیک صحبت کنم که خیلی کم شد در موردش صحبت بشه، اون آمادو اونانا، هافک دفاعی که واقعا یه تنه میتونه سه تا هافک اینا رو قورت بده. یه بازیکنی که در حد 5 متر 30 متر 40 متر رو میتونه یه تنه پوشش بده، خستم نمیشه. بعد در کنارش هم یه دونه تیلمانس، یه دونه هم کوین دی بروینه. این سه تا هافکایی هستن که یه تخریبچی، یه باکس باکس، یه تو آفرین. این سه تا هافکایی هستن که میتونن همدیگه رو پوشش بدن. پس واقعا خط هافک بلژیک یکی از خط هافکایی که من خیلی دوستش دارم. بیشتر از پرتغال. بعد اینم نگفتم
ایتالیا به عنوان اینکه یکی از مدعیای اصلی قهرمانی جام جهانی اینجا پیش ما حضور داره. ما خیلی خوشحالیم که اینجاست. خب بریم سراغ نیوزلند یه دونه بازیش رو تحلیل داره اصلا بازیش. نیوزلند یه دونه مهاجم داره برای پیرش رو زاده در بیاره. کریس وود. بازیش مهمه چند شو جواب کریسن. برای مصر خب وقتم میدیم ظاهرا بچه پشت صحنه گفتن که نداریم، باید بریم سریع جلوتر. برای نیوزلند و مصر به نظرم واقعا تحلیلی نداره، یعنی تو باید بری داخل بزنی بیای بیرون. نیوزلند بازیش با هایتی بود 4-0 باخت، یه دونه بازی هم با انگلیس داشت اونم 1-0 باخت. از انگلیس من یه خلاصه بازی که از دو تا بازی دیدم خیلی قشنگم بازی نکرد. اگه انگلیس هم یه دونه زد 3 تا دیگه میتونست بزنه. بعد مصر هم بازیاشو انجام داد. بازی مصر من یادم رفت. بازی خیلی خنده‌های کثیف. واقعا تیم نیست، من نمیدونم اصلا. این کانالایی هستن یه دونه بازیش فقط با برزیل بود که 2-1 باخت. حالا تلگرامی دارم میذارم ما میتونیم از این گروه بریم بالا یا نه. عملکرد عجیب غریبه. چرا اینجوری شد تیم ملی؟ بریم برای تیم‌های دیگه. آخه تیم‌های این فوتبال زیبا ببینیم. بریم برای تیم‌های اروپایی، آفریقایی، آسیایی به غیر از ایران و حالا تیم‌های دیگه که تو جام جهانی حضور دارن. من اولین تیمی که ما شروع کنیم قطعا قهرمان جام جهانی قبلیه آرژانتین. دیبو مارتینز گلر، خوان موسو، رولی، رومرو، لیساندرو مارتینز، اوتامندی، بالردی، نمیخواد دونه ترکیب بگیم، مولینا، مونتیل، تالیافیگو، مدینا، انزو، لوسلسو، الکسیس مکالیستر، پارادس، پالاسیوس، دیپاول، نیکوپاس، سیمونه، آلمیدا، گونزالز، خولیان آلوارز و لاوتارو با مسی. نمیخواد بگن آلوارز از دیبالا سطحش بالاتره. ببین اینکه دیبالا دعوت نشد من واقعا داخل من هیچ وقت اینو قبول نمیکنم. ببین دیبالا بازیکنی که خیلی خوبه و داخل آرژانتین ما ندیدیم اصلا بهش بازی بشه و اعتماد بهش بشه. نمیدونم چرا. برای من دیبالا انقدر فصل جذابی نداشت بخواد دعوت بشه. برای من بازیکنش جذاب. نه به نظر بازیکنی که دعوت نشدن خویچا کوراس خیلیه. یعنی چه حالا میشه گفت تیمشون دعوت نشد چه کلا بازیکن‌ها دعوت نشدن. چه سود نکرده دیگه. کول پالمر برای ببین اول بذار لیستا رو تک تک تموم کنیم بعد میرسیم سراغ اینکه چرا دعوت نشدن. بریم لیستا رو تموم کنیم. دومی میخوام برم سراغ تیمی که خیلی آشوب ساز بوده لیستش. لیست آقای توخل. توماس توخل خیلی مربی خوبیه. من خیلی دوستش دارم توماس توخل. این که فیل فودن رو دعوت نکرد. پیکفورد و هندرسون و ترافورد، جیمز و لیبرامنتو، گیهی، کونسا، استونز، کوانسا، اوریلی، دمبرن، اسپنس، رایس، الیوت اندرسون، بلینگام، جوردن اندرسون، مورگان راجرز، کوبی مینو، هریکین، ایوان تونی، اولی واتکینز، بوکای ساکا، نونی مدویکه، مارکوس رشفورد، آنتونی گوردون و ابریچی ازه. الان این آرنولدش کجاست؟ ببین یکی از نفراتی که میتونست دعوت کنه دعوت نکرد آرنولد بود که واقعا باید دعوت میشه از دید خودم. بعد توماس توخل این بازیکنایی که دعوت کرد اکثرا بر اساس این بودش که چه فصل خوب اونایی که فصل بهتری داشتن رو دعوت کرد. مثلا ما همه میدونیم که کول پالمر از مدویکه خیلی بهتر بود ولی خب مدویکه داره جام جهانی کول پالمر باید از پشت تلویزیون ببینیم. حالا چرا تو ورزشگاه پول داره بچه شاید. بعد یه بازیکنی که من از انگلیس خیلی دوست دارم الیوت اندرسون. بازیکن هافبکی که واقعا فوق العاده است. الان پیشنهاد 130 تای من سیتی رو میزه. باشگاه ناتینگهام فارست برای الیوت اندرسون. هافبک خیلی جذابیه، یه پست 6 که تو پخش کنه خیلی قشنگیه. بعد هم میتونه پست 8 بازی کنه. و یه چیزیه که واقعا در کنار رایس میتونه خط هافک جذابی برای تیم انگلیس بسازه. خب من مثلا از لیستشون میکشیم بیرون چون هم طول میکشه همین که زمان نداریم واقعا. من مثلا بازیکنایی که دعوت نشدن رو بگم. کورسخلیا و پالمر و فودن که گفتیم. بعد میرسه به جان لویجی دوناروما تیم ملی ایتالیا اکثر بازیکناشون باستونی و ژو پدروی برزیل. ببین انتخابی که کارلو آنجلوتی تو مهاجما کردش ما بهش احترام میذاریم. یه جمله راجع به برزیل گفت اگه یادم بیاد گفت رافینیا و وینی هم با هم خوبن هم توی زمین میتونن خوب برام کار در بیارن. انریک هم مهاجم فیزیکیه توی باکسه. اینا فکر کنم مثل قلنوی حواسش نبود تاکتیک داد.
بعد اینکه جو پدرو به نظرم ببین مهاجمایی که دعوت کرد یه دونه دعوتش. ایگور تییاگو، خود انریک و یه مهاجم دیگه هم بودش فکر کنم از خود لیگ برزیل بود. مهاجمش بیشتر انتخابش مهاجم فیزیک‌تر بود. آره معمولا و یه نفر مثل جو پدرو رو دعوت نکرد. عجیب بود. میتونست راستم بازی بده اصلا. میتونست عجیب. لواندوفسکی لهستان نرفت چرا با اینا جهانی، نیستن؟ ویکتور اوسیمن نیجریه هم نرفت جهانی. و فیرمین لوپز. من خیلی تعجب کردم، من تازه فهمیدم که فیرمین لوپز مصونیتش اگه مصدوم اصلا نمیشد باشه. قطعا میتونست به اسپانیا کمک کنه و مصونیت تو بازی آخر خیلی و دردناک بهترین بود. بازیکن لیورپول در این فصل دومینیک سوبوسلای بدون شک بدون تردید. متأسفانه مجارستان جام جهانی نیست. رودریگوی که حالا مسئولیتش نذاشت. روسری. ادواردو کاماوینگا که فکر نکنم فقط به خاطر یه کارت قرمز جلو بایرن دعوتش نکرده باشن. نه ببین کاماوینگا فصلی پر از مسئولیت مثل بقیه فصلاش داشت. بعد خط هافک فرانسه هم خط هافک خیلی خوبی بود، نیاز به کاماوینگا نبود. بازی هم نکرد. اصلا نیاز به خط هافک نداره. تونالی تو پس دفاع سیخونه بالا بس. تونالی هم داد. ایتالیا واقعا اکیتی که اصلا جای بس نداره، داشت تو در کنار اون هم مهاجم اون همه ببین اکیتی دعوت میشد ولی خب مسئولیتش باز نداشت، ولی خب دعوت هم میشد بازی بهش نمیرسید. نه اصلا در کنار اون هم مهاجم که هستن داخل فرانسه عجیب. بعد میتوما آره میتوما رو دعوت نکرد تیم ملی ژاپن، البته مسئولیت هم داشت. دفاع چپ آرسنال. ایتالیا بازم ایتالیا. ژاوی سیمون این چرا مسئولیتی داشت؟ نه ژاوی سیمون مسئولیت نداشت. تیم ملی هلند خیلی لیستش عجیب بود. من بازیکن خیلی عجیبی دعوت نکرد. عجیبه. یان اوبلاک، اسلوونی هم داشت، خودش جام جهانی نیست. نیجریه که نبود. بنیامین ششکو خیلی ازش چند وقت تیزرهای خوشگلی می‌رسید. فقط بعد ولاویچ، گنبری که مسئولیت حالا یکم داشت. شاید هم آلمان دعوت نکرد. آره. نمیدونم. ما که بخیل نیستیم. ادر میلیتائو به نظرم این نبود ادر میلیتائو برای برزیل نبود یک کاپیتانیه که همون بحثی که گفتم. چون نمیتونی دست وینی و رافینیا کاپیتانی بدی، دست نیمار میتونی بدی ولی باید قبول کنی که اون چیه سابق رو براش تو برزیل ندارن. درسته وینی گفت من شماره رو میدم بهش ولی قش میاد. نه اینو باید قبول کنی. تیمای آمریکای جنوبی کلا این اخلاقا رو ندارن و نشون هم دادن اگه بخوام برای یه بازی کنن سر خودشون براش صد خودشون میذارن. مثالش آرژانتین و مسی. ترنت الکساندر آرنولد. ببین آرنولد هم میتونه تو خط هافک به انگلیس کمک کنه، هم میتونه تو فول بک دفاع رو کاری ندارم، خط هافک هم میتونه تو فول بک بهشون کمک کنه ولی خب دعوتش نکرد. من به توماس خیلی احترام میذارم. استواو برزیل، اونم مسئولیت بزن برزیل. و ببین بعد در مورد استواو یه چیز عجیبی هستش، مثلا مسئولیت همسترینگ 3 تا گرید داره. این یکم ببین داخل چلسی نمیدونم اینو چه جوری زدن که این مسئولیت همسترینگش گرید 4. خیلی عجیبه، این 6 ماه 1 سال نیست. بعد دیمارکویی که بازم ایتالیا مثلا مالدینی اینجا خجالت میکشم و هری مگوایر باید دعوت بشه. حالا ما میخندیم واقعا دفاعی که تو انگلیس داره بازی میکنه قطعا از خیلیا میتونه سرتر باشه. و بریم سراغ یه ترکیب منتخب و انتخاب قهرمان و بهترین اسکواد. این بخشو با هم یکاسه کردم و اینکه بریم برای انتخاب قهرمان. من بخوام علاوه مثلا چیزی که تو برگه ببینم 100 فرانسه اصلا هیچ جای بحثی نداره، ولی بخوام علاوه ذهنیت بگم، شخصیت برنده شدن بگم، علاوه حالا اون کاپیتانی که هست میتونه رهبری کنه. خیلی روی موضوع جدی تاکید دارم بتونه رهبری کنه. من نظرم روی بگی پرتغال میخندم فقط. نه روی آلمان، شخصیت برنده از دید من برزیل و برزیل چون کارلو آنچلوتی مربیه و مربی 4-3-2 گرفت کریسمس میشینه دیوانه است. کارلو آنچلوتی فوق العاده توی تورنمنت. حالا 4 تا بچه سال رالی میگن کارلو آنچلوتی تاکتیک نداره، هیچ گیس فوتبالش نمیشه. ببخشید اصلا میکنم دوربین اینو دیگه نتونستم جلوی خودم بگیرم. واقعا حسرتی بود که بدون دفاع وسط تخصصی بهترین دفاع وسط لیگ داشت، بهترین خط دفاعی لیگ داشت. یعنی از قهرمان کیه؟ از روی برگه و از روی فقط کلا برزیل. ممنون. سنگ ایتالیا به سینه میزنی طرفدار برزیل. ایتالیا میومد لباس منچستر لیگ انگلیس میپوشی. ایتالیا میومد جام جهانی قهرمان میشد. و اینکه بریم سراغ یه ترکیب منتخب بچینیم. ترکیب منتخب چیدم. چیدی؟ منم چیدم. دروازه‌بان کورتوا. من دیوید رایا. دروازه‌بان کورتوا. دیوید رایا داخل اسپانیا هم فیکس نیست. اون گل فیکس اسپانیا خودش یکم مشکل داره. مربی اسپانیا. فکر کنم چپ و راستمون یکی باشه. حکیمی نونو. فکر کنم برای هر کسی بخواد ترکیب منتخب بشینه هیچ چیزی بهتر از این حکیمی نونو.
سالیبا وسط بندایک سالیبا گابریل. ببین گابریل رو نذاشتی سالیبا رو گذاشتی خیلی عجیبه. هم بود. سالیبا دوست فرانسوی دوستش داشت. آفای وسطو سه تا با هم بگو. 3 تاه. آره. پدری، ویتینیا، رایس. پدری، رایس، برونو. پدری و رایس دو تا یان کنار هم وای میسن، برونو یه خط بالاتر. برونو ویتینیا نمیبردی. مثلا من چرا 2 تا شماره 8 تو پخشیم گذاشتم. بذار همینجا تغییر بدم. پدریو حذف میکنم. پدریو حذف کردی. بله ویتینیا رو میذارم داخل. اون مهاجم بلژیک گفتی هافک دفاعی داره، اونو میذارم اینجا. آمادو خیلی و رایس. خط حمله امباپه، هری کین، یامال. امباپه، اولیسه. بابا یامال چجوری نمیذاری؟ اوزمان بالون دور. یامال چجوری نمیذاری؟ حالا عثمان کار ندارم. مایکل اولیس. اون که خط حمله فرانسه حالا کار نداری. باشه. فرانسه هم خط حمله فیکس نمیکنه. مایکل اولیس. ماجرا برگه میگم اون نمیخوام روی تاکتیک بگم. نمیدونم. بریم سراغ آخرین بخش که نه برنامه اول ما تموم میشه سریع. خب آقا برنامه چند شد؟ خیلی زود تموم شد. زود تموم شد. خب برنامه اول ما تموم شد. همراه ما باشید. ما هر بازی رو تا اونجایی که ذهنمون، مغزمون، عقلمون، درکمون، شعورمون برسه، حالا میتونیم هم گزارش هم اگه داشته باشیم بریم براتون هر هفته ترکیبای منتخب رو داریم. بازم تا اونجایی که عقلمون، شعورمون، درکمون برسه. و اینکه خلاصه دوست داریم توی فضای نوجوانانه دوست داشتنی کنار هم باشیم، حال کنیم. اوایل کارمونه، حمایت فراموش نشه. توی اینستا و ایتا هم کانال و حالا پیج داریم، دنبالمون کنید. و اینکه ویدیوهای ما هم هر هفته بعد از اتمام اون هفته‌های بازی‌ها و جام جهانی شروع میشه. هم تیم ملی داریم هم سایر تیم‌ها. منتظرمون باشید. ما منتظر حمایتاتونیم. دمتون گرم. یا علی مدد. یا علی چی؟